برای 200 مگاوات تولید برقی انرژی، ساخت دستگاه بادی انرژی در حدود 2.5 میلیون دلار ان شاء الله سرمایه گذاری خواهد. از این که بالهای توربین های بادی در حدود 80 متر است، خود بلندی ها یا ارتفاع توربین ها در حدود 100 متر است و برای نصب از این از کرینر های خیلی سنگین در حدود تقریبا 1000 تن کرینر ها وزن دارند، انتقال از یا نصب از یا و ترانسپورت از مشکلات خود دارند، ولی با کمک خداوند ان شاء الله با همکاری دوستان از عهده این مشکلات هم برمی‌آییم. آغاز به کار بزرگترین نیروگاه بادی افغانستان در هرات، سرمایه گذاری 65 میلیون دلاری ترکیه. در دل دشت‌های بادخیز ولایت هرات پروژه تاریخی آغاز شده است. پروژه‌ای که نه تنها برای هرات بلکه برای تمام افغانستان نوید آینده روشن و بدون خاموشی را می‌دهد. اینجا هرات است، جایی که نخستین نیروگاه بزرگ بادی افغانستان ساخته می شود. در یک اقدام بی‌سابقه شرکت ترکیه 77 انشاءات با سرمایه گذاری اولیه 65 میلیون دلاری عملیات احداث فاز اول این نیروگاه را آغاز و به پایان رسانده است. در مراسم رسمی این پروژه که در 31 می 2025 برگزار شد، ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزراء با حضور نمایندگان دولت ترکیه این پروژه çalışmak için her yerin از اینکه در افغانستان با همکاران تکنیکی خود با انجینر سایبای خود ما بادسنج استفاده کردیم. از 2 سال بدین سو در این اثر کار میکنیم، زحمت میکشیم و در فاز اول در ولایت هرات با سرمایه گذاری 65 میلیون بیشتر از 65 میلیون دلار در ساحه دشت حوض رباط سنگی هرات انشالله کار آغاز میکنیم و کوشش میکنیم در وقت معینه خود تکمیل بسازیم و در حدود 1.5 سال طول بکشد. برای 200 مگاوات تولید برقی انرژی، saatte destgah badi enerji در حدود 2.5 میلیون دلار inşallah sermaye guzari fazla. 250 milyon dolar civarında olması gereken bir proje olacak. لازم كونغو تخطيرية المريض بريشنا للتمريض أو يوافق وجاية تبادل بريشنا تمريض فقاكتي هو تاكل البروجين إجواب الوجين ستركتور تتوجه ومتبادل سجلوا لبراقيا فمخا سبيلي تيار كان دادون دامن يقولون كبهيم فدوام زور الجلال وحرمان ولايات قسمت پروژه ها یک تعهد از طرف اجرا کننده از بر دولت داده میشه و در قراردادها ذکر است. امیدوار هستم که اینا تعهد میکنن در قراردادهای خود با وقت زمان شور اجرا بکنن و طبعا از طرف ادارات زیربطی پیگیری هم صورت میگیره. ولی در قسمت اجرا از طور که من قبلا هم اشاره کردم بر حوزه صنعت و تجارت ما شما بسیار ارزش داره. به خصوص در ولایت هرات یک شهر است که صنعتی بزرگ ما شما داریم. شرکت های ما شما بعض اوقات از نبود برق دچار مشکلات میشن و تامین برق از اینا چی توسطی پروژه باشه یا پروژه های دیگه بسیار ارزشمند است و حیاتی است. ما میتونیم که تولیدات خود روز به روز افزایش بدیم و او را به دیگه ولایت کشور هم بفرستیم و حتی خارج از کشور ما شما شاهد هستیم که صادرات داریم از شهرک صنعتی ما. بنانی بسیار حیاتی ما را تلقی میکنیم و امیدوار هستیم که در قسمت تطبیق ازی و دیگه سرمایه گذارای محترم ما هم که یکی از اوضاع های بسیار مهم در بخش تامین انرژی پاک است توجه بکنن و سرمایه گذاری بکنن. ظرفیت فاز نخست این نیروگاه 43.2 مگاوات اعلام شده است، اما این تنها آغاز راه است. هدف نهایی این پروژه تولید 200 مگاوات انرژی بادی در چند سال آینده است، رقمی که می تواند برق هزاران خانه، کارخانه، مدرسه و بیمارستان را تامین کند. انرژی بادی برخلاف انرژی فسیلی پاک به انتها و دوزدار محیط زیست است. با راه اندازی این پروژه وابستگی افغانستان به برق وارداتی کاهش می‌یابد. صدها شغل برای جوانان محلی ایجاد می شود و افغانستان یک گام دیگر به سمت آینده روشن نزدیک می شود. از این پس هر گردش پره این توربین ها توان پیشرفت و امید را به گوش منطقه خواهند رساند. از ولایت هرات صدای پیشرفت را بشنوید. این بود گزارش ویژه ما از بزرگترین نیروگاه بادی افغانستان. اگر از چنین پروژه را دنبال میکنید کانال ما را سابسکرایب کنید.